دیروزم رفتیم بیرون؟ آره رفتیم، خیلی خوش گذشت. معلوم پسر خوبیه، من اشتباه میکردم. آره خیلی پسر مهربون و با شخصیتیه، فقط همش میگه صبر کن. کم قور بزن دیگه، پسر خوبیه. آره خیلی خوشحالم، الان برگرده میخواد سورپرایزم کنه. واقعا؟ بعدن برام تعریف کن ببینم چی شده. سلام. سلام. چطوری؟ خوبی؟ بگو ببینم سورپرایزم چیه؟ سورپرایزی که نمیگن. یه کوچولو راهنمایی کن. یه لحظه. قدر جان ببخش منو با جواب بدم. نداره. الو سلام علی. مطمئنی امروز قرار برسه؟ آها میاد در خونه. خب باشه الان میرم اونجا منتظر میمونم. چیزی شده؟ چیزی که نشده، یه بسته قرار برام بیاد، شماره پیکم نداره، میاد در خونه. باید بریم منتظر بمونیم. آخه چجوری دم در بمونیم؟ همسایه ها ما رو میشناسن. خب بابا میریم داخل، چیه مگه؟ خب همون سر خیابون منتظر بمونیم نمیشه؟ مسئله سر این نیست که من در خونه منتظر باشم یا داخل خونه، مسئله سر اینه که تو به من اعتماد نداری. خب اگه اعتماد نداری بگو من برسونمت خونه خودم برم دیگه. به خدا بسته اعتماد نیست. بس سر اینه تو میخوای با یه آدمی زندگی کنی که اصلا بهش اعتماد نداری. باشه بریم. اینا برا منه؟ معلوم که برا شماست. بذار من برم شمع رو روشن کنم. وای گفتم که سورپرایزت میکنم. وای وحید اصلا فکرشم نمی‌کردم اینجوری سورپرایزم کنی. اینم یه کادوی ناقابل. وای وحید مرسی. اینا به چه مناسبتیه؟ مناسبت نمیخواد دیگه، همین که شما اومدی تو خونه خودت برام کلی خود سورپرایزه. مرسی ازت. مبارکت باشه. غزل این بچه بازی ها چیه؟ بهت اعتماد کردم. امیدوارم پشیمونم نکنی. سلام عزیزم، خوبی؟ سلام تینا جان. وحید جان پروازمون شد ساعت 9:30 تا قبل از 9 خودتو برس. باشه پس میبینمت. مدارک تحصیلی منم یادت نره. مدارک تحصیلی هم میارم. میبینمت خدا. امیدوارم خدافظ. سلام آبینا. سلام آقا وحید. امروز عصری میخوام غزل رو ببینم. میخوای باهاش قرار خواستگاری بذاری؟ نه میخوام باهاش حرف بزنم. باشه، غزل خودش داره میاد اینجا. بفرمایید. سلام. چرا خواستی منو ببینی؟ غزل میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. چه خوب شد که دیدمت. غزل گوش کن. چقدر این لباس بهت میاد. همون لباسی که روز اول دیدمت. غزل گوش کن. من میخوام برم. کجا بابا تازه اومدی؟ غزلم بورسیه تحصیلیم اوکی شده. همین امشب باید برم. یعنی چی؟ پس من چی؟ من که نمیتونم باهات بیام. نه با تو نه، تنها میرم. میفهمی چی میگی؟ ببخش منو غزل، باید منتظرم بمونی. منتظرت بمونم؟ تو که شرایط منو میدونی. داری شوخی میکنی نه؟ غزل منو ببخش.
اگه منو دوست داری باز صبر کنی. میدونی داری چی کار میکنی؟ میبخشم. غزل بدبخت شدیم، بابا تو رو میکشه. من بهونت کرده بودم تا نفس باشی برام، میرم و میری و میدونی چقدر تو رو میخوام. برمیگردم به گذشته از همیشه خسته تر، چیزی از دلم نمونده که بگم منم ببر. اینم از من، اینم از تو، اینم از این زندگی. گاهی رازا تو نمیشه حتی به خودت بگی. اون دوتا یا تموم شد اما باز دوست دارم. دوست دارم گوشه قلبت خودمو جا بذارم.